چو آورده رو به بالندگی، شکوهت دهد آفرینندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی هست تقدیم شما. در این برنامه به موضوع اسطوره ها و جهان اسطوروی در فرهنگ ملی و فراملی، فرهنگ جهانی رجوع میکنیم و با حضور دکتر یعقوب یسنا که فعلا در تاجیکستان قرار دارند و در پژوهشگاه زبان ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارند، به حیث محقق کار میکنن، فعالیت میکنن. با حضور یعقوب یسنا که در همین اسطوره ها، در پهنای اسطوره های ملی و مخصوصا اسطوره های اوستا و شاهنامه تخصص دارد و دکترای خود را هم در دانشگاه یزدی ایران در رشته ادبیات گرفتند و قبل از همه استاد خوش آمدید میگوییم، تشریف شما گرامی میداریم و باور داریم که با حضور یعقوب یسنا که تخصص در اسطوره ها دارد و مخصوصا در اسطوره های ملی ما و بازتاب اونها در شاهنامه و در اوستا و در اینا اختصاص دارند، یک صحبت خوبی هم میکنیم و برای بیننده ها هم مفید خواهد بود، چرا که موضوع اسطوره یا که به اصطلاح میفولوژیا یک موضوعی هست که در محیط های اجتماعی ما چندان شناخته نیست. بنابراین به این موضوع توجه کردن و از نظر علمی و اختصاصی تفسیر دادن اسطوره به عنوان جنین فرهنگ، همه فرهنگ ها را جنینشان اسطوره تشکیل میکند، باور دارم که خیلی درخور و مفید خواهد بود. دکتر یسنای عزیز، از اینجا شروع میکنیم که یک تعریف مشخصی به اسطوره میتیم که اسطوره چی است. تعریف البته خیلی زیادن، یک تعریفی که کلی باشد و عمومی باشد از اون میتیم و بعدا صحبت را دنبال میکنیم. بفرمایید. از اون جایی که صحبت درباره اسطوره هست، نخست با جا میدانم یک مورد را یادآوری کنم که سرچشمه اسطوره های فرهنگ آریایی تاجیکی امین شاهنامه فردوسی است. خوشبختانه به فرمایش پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، رئیس جمهوری دولت تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، شاهنامه فردوسی در تاجیکستان سراسری چاپ و به هر خانواده تاجیک تقدیم شد که این جای بسیار خرسندی به همه آریایی تبارها است و امید دارم کشورهایی که خود را متعلق به فرهنگ آریایی میدانند از این کار نیکوی جناب عالی الگو برداری کنند. تشکر زیاد. درباره پرسش شما که خیلی پرسش قابل اندیشه و قابل تأمل هست برگردم. همه میدانیم که طوری که شما اشاره کردید، خواستگاه یا همان ریشه همه فرهنگ های جهانی به ویژه فرهنگ اقوام با پیشینه اسطوره است و اگر ما به فرهنگ آریایی و تاجیکی توجه بکنیم میبینیم یک فرهنگ بسیار با پیشینه دارد و ارتباطش با اسطوره بسیار مستحکم برقرار و قایم هست. از این نظر اسطوره ها در همه فرهنگ های بشری دیده می شود و نگاه های متفاوتی درباره اسطوره از دوره 2000 سال پیش، از دوره افلاطون و سقراط تا امروز را وجود داشته است. گاه این دیدگاه ها منفی بوده است و گاهی هم مثبت بوده است، اما از نیمه قرن 20 به این طرف یک نگاه تأمل برانگیز، علمی و اختصاصی به اسطوره به وجود آمد که دانشمندان از جهت‌های متفاوت به اسطوره پرداختند، از نظر ساختارگرایی، از نظر فرهنگی، از نظر روانشناسی و پدیدارشناسی، از نظر فرهنگ شناسی، قوم شناسی و روانکاوی، مهمتر از روانکاوی به اسطوره پرداختند. و دو مورد در نظر دانشمندان در تعریف اسطوره اهمیت خاصی پیدا کرد.
یک این که اسطوره در هر فرهنگی به آفرینندگی و آفرینش و به نخستینه ها می پردازد. یعنی از نخستینه ها سخن می گوید که مثلا جشن نوروز فرض مثال چگونه برای نخستین بار به وجود آمد، یا تندور مثلا یک چیزی نانپزی هست چگونه برای نخستین به وجود آمد، یا فرهنگ شکار چگونه برای نخستین بار به وجود آمد، یا همین گلدوزی که زنان میدوزد چگونه برای نخستین بار به وجود آمد، هنرها چگونه برای نخستین بار به وجود آمد. از نخستینه ها در فرهنگ بشر صحبت میکنه اسطوره. و مورد دوم، همه پژوهشگرها به این نظر هستند که اسطوره سخنی رمزی و معنادار است، یعنی در اسطوره معنای رمزی نهفته است. بنابراین اگر با این دو نکته اسطوره را تعریف بکنیم، اسطوره سخن یا روایت یا رویدادهایی است که به نخستینه ها میپردازد در هر فرهنگی و دارای معنای رمزی است که این نیازی به رمزگشایی دارند. ببینید استاد بسیار خوب یک تفسیری کلی کردید از اون که برداشتید از مطالعات زیادی که در این زمینه داشتید. و یک همون سری واژه اگر صحبت کنیم، تمرکز کنیم، واژه اسطوره داریم و واژه میف داریم. بله. و دانشمندان وقتی که تفسیر میکنن میگن که همین اسطوره از هیستوری یونانی برگرفته شده است و به معنای حکایت و داستان این چیزا، و میف این باز قدیمتر است، باز شرحش قدیمتر است، با مثلا فرهنگی با زبان سانسکریتی هندی هم برمیگردد. شما هم در اونجا اشاره کردید به معنای اندیشیدن. اکنون یک تناسبی در موضوع تناسبی همینا صحبت کنیم، اسطوره و میف. بله. در این صحبت کنیم. فرموده شما دقیق است. من در کتاب بررسی اسطوره‌های اوستایی در شاهنامه به این موارد هم اشاره کردم، طوری که شما فرمودید ما با دو اصطلاح یا دانش واژه در فرهنگ تاجیکی فارسی روبرو هستیم درباره اسطوره. یکی همین اسطوره است و یکی هم میتوس یا میتس است. و اما در فرهنگ اروپایی و در خود یونانی اسطوره همان میتوس یا میتس است، ولی در فرهنگ های شرقی به خصوص در زبان عربی، پارسی، دری و تاجیکی معمولا اسطوره میگویند. چرا؟ به این دلیل که خود اسطوره که از استوریا گرفته شده، اینم ریشه یونانی داره، به معنای سخن و حکایت است. اما این اول آمده وارد زبان عربی شده و بعد از زبان عربی وارد زبان فارسی تاجیکی و فرهنگ آریایی شده است که به این نظر است ما اسطوره میگوییم. اگر نه حقیقتا همان میتوس هست که یونانیان با آن میگویند و بیشتر استوریا به تاریخ نزدیک است، به معنای تاریخ استوری، و میتوس همان سخن یا افسانه در فرهنگ یونانی. یعنی وقتی که درباره اسطوره صحبت میکنیم حتما برمیگردیم به همون میف یا میفولوژی. دقیقاً همین میگردیم که اون یک شما که ریشه شناسی کردید در همون کتابی اسطوره های اوستایی در شاهنامه همین سال در ایران چاپ شده است و کتابی خوبی هم هست. اونجا همین نکته که میف گذشته از این که در زبان‌های مثلا یونانی و لاتینی جلوه کرده است، برمیگردد به زبان سانسکریتی هندی و در اونجا معنا میتید اندیشیدن، اندیشه و اندیشیدن. از اینجا خلاصه میتوان کرد که اسطوره یا که میف، اگر در زبان ما که رسمی مرسوم شده است اسطوره، این بازگو کننده اندیشه یا ترکیبی اندیشیدنی ما است. همینطور نیست؟ دقیقاً همان میتوس یا در سانسکریت دا که ریشهش روشنایی، این دا ریشهش به روشنایی یا اندیشیدن ارتباط میگیرد، یک و دیدن من بعد در شکل دین و بله. دیدن اینا آمد. به این معنا هست که یک شیوه یا یک گونه از صورت تفکر انسان است. وقتی که بشر در دوره پیشا علمی زندگی میکرد، با امین صورت تفکر اساطیری به جهان نگاه میکرد و رویدادهای طبیعی را و رویدادهای زندگی را با صورت تفکری اسطوره‌ای یا میتوس
بیان میکرد. به همین خاطر هست که در روزگار معاصر هرمنوتیک شناسان یا کسانی که به هرمنوتیک میپردازند به اسطوره خیلی علاقمند شدند و از نظر هرمنوتیکی به همان معنای رمزی اسطوره ها میپردازند و در هر رویداد یا در هر شخصیت و کرکتری اساطیری یک اندیشه و معنی هرمنوتیکی را میخواهند که جستجو بکنند. شما ببینید دانشمندایی که در رشته اسطوره شناسی کار میکنن و شما هم در همون تحقیقتون از اونو یاد کردید، مثلا اون دانش اسطوروی یک کتابی هست از میرچا الیاده که به زبانهای گوناگون هم ترجمه شده است. اونها میگویند که تا زمانی که همین اسطوره شناسی به صفت یک شاخه علم جا نگرفت و از خودش مثلا مقام و موقع پیدا نکرد در سازمان شاخه های علمی، تفسیر از اسطوره ها تفسیرهای مثل اینکه دقیق نبودن یا اینکه ناکامل بودن و در زمانی که هنگامی که مثلا دانش اسطوره‌ای پیدا شد و اسطوره ها از دیدگاه‌های گوناگون بر مبنای تجربه ها و آزمایش ها و تفکر ها و مشاهده ها و مقایسه ها پدید آمدن، یک نوع جایگاه خودش یافت. در زمینه همین آنچه که شما تحقیق کردید و دیدید، مثلا در فلسفه، در اسطوره های یونان، در اسطوره های هندی قدیم، در اسطوره های مصر قدیم، در اسطوره های چینی قدیم، در اسطوره های حوزه تمدنی، ما یک سخن گفته نوروز، اسطوره نوروز هم داریم، اسطوره مهرگان داریم، اسطوره سده داریم، اسطوره یلدا داریم، اسطوره تیرگان داریم. همه اینها در اول در قالب اسطوره ها وجود داشتن، بعد به جامعه برآمدن. در همین زمینه از اون کندوکاوی که شما جستارهایی که شما کردید تا چه اندازه میتوان حد زد یا که دقیق کرد که اسطوره به صفت یک شکل یا فرم جهانشناسی چی تأثیر در جهان عتیقی ما داشته است و چی برداشت‌های به جهان مثلا عصر میانگی و جهان زمانی نوی ما آورده است؟ اشاره‌ای که به میرچا الیاده داشتید خیلی اشاره دقیقی بود. میرچا الیاده درباره اسطوره شناسی کتاب‌های زیادی نوشته و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است. اما در فرهنگ ما، چی در فارسی در ایران، چی در تاجیکستان، چی در افغانستان، درباره اسطوره‌های آریایی یا اسطوره‌های فارسی تاجیکی کاری خیلی نشده است. بنابراین اگر بنگریم از وقتی که میرچا الیاده و دیگران به اسطوره پرداختند، ما مثلا لوی استراوس را داریم که درباره ساختارگرایی به اسطوره پرداخته. اون اساس پایه‌گذار همین رویه هست. بله. پوزیتیویسم میگویند. بله. و برمیگردد به همان ساختارگرایی دوسیسور در زبان شناسی که این فردیناند دساسیون. بله. و بحث تقابل های دوتایی را هم در اسطوره لوی استراوس مطرح می کند. و همینطور وقتی میاییم به مکتب های دیگری اسطوره شناسی، مکتبی هم در اسطوره شناسی است که رابطه‌ای با طبیعت دارد. اسطوره را به رویدادهای طبیعی ارتباط میدهد. مثلا میگویند که زئوس همان رعد برق است در فرهنگ یونانی، خدایان یونان با رویدادهای طبیعی ارتباط میدهد. و وقتی میایم به روانکاوی یونگ، مثلا اسطوره را با ناخودآگاه جمعی و قومی و ملی اقوام ارتباط میدهند. از این نظر که میبینیم هم یک کتابی داره یونگ به نام اسطوره نو که بشقاب‌های پرنده را از نظر اساطیری بررسی میکنه در روان بشر که این نگرانی از کجا میآید. آیا بشقاب‌های پرنده واقعا وجود دارند یا اینکه یک نگرانی اساطیری بشر درباره سرنوشت خودشان است که تصور میکنند از یک جهان دیگری دارند تعدید میشوند. به این اساس میبینیم طوری که شما اشاره کردید در فرهنگ شناختی بشری همه پژوهشگران به این نظر هستند که وقتی به اسطوره های اقوام با پیشینه می نگریم، یک سری مشترکاتی از جمله همین رابطه اسطوره ها با رویدادهای طبیعی، رابطه اسطوره ها با ناخودآگاه جمعی و رابطه اسطوره ها با تقابل های دوگانه از جمله مثلا تاریکی و روشنایی، خیر و شر، نیکی و بدی،
ارتباط داره و اینها در همه اساطیر فرهنگ های ملل مشترک هستند. از این نظر اسطوره شناسی به گونه فرهنگ بشرشناسی هم هست و ما را اسطوره شناسی به خواستگاه مشترک اندیشه بشری میرسانه که یک وقتی این بشر به اقوام جداگانه هنوز تقسیم نشده بودند، یعنی هنوز در یک گروه زندگی میکردند و یک فکری اساطیری داشتند. وقتی که به اقوام و مللی متفاوتی جدا شدند، این فکری اساطیری نخستین را هر قوم و هر ملتی با خود به شیوه های متفاوتی آوردند و پرورش دادند و هنوز در فرهنگشان تبارز داره و دیده می شود. ببینید همون از یونگ یادآور شدید که به نظری روانکاوی و به اصطلاح پسیخوآنالیز به اسطوره ها توجه کرد. اونا پیری اینا زیگموند فروید اول شروع کرد، بعد دیگرها یونگ و اریخ فرام و دیگرها همین روشی تحقیقی رو ادامه دادن و دنبال کردن. میگویند که اسطوره ها خوابی گروهی قوم ها هستند. این چگونه میتوان شرح توضیح داد؟ دقیقاً فروید بیشتر به اسطوره وقتی که پرداخت بیشتر به روانکاوی فردی توجه داشت، اما یونگ به این نظر بود که این بررسی فروید چندان کار نمیده. بنابراین اصطلاح ناخودآگاه جمعی یا رویای جمعی ملی و قومی را یونگ در اسطوره شناسی مطرح کرد که این ناخودآگاه یا رویای جمعی قومی یا ملی را که یونگ مطرح میکند در اسطوره شناسی به این نظر هست که ذهن ما، مثلا وقتی ما میگیم از نظر ملی تاجیک، در ناخودآگاه ذهنی یا رویای جمعی تاجیک یک سری جرساخت‌های فرهنگی و فکری و هنری وجود داره که همه ایشان به گونه چی در رویای جمعی خود و چی در ناخودآگاه جمعی خود با آن میتوانند ارجاع بدهند و خود را از نظر عاطفی به همان رویای ملی و جمعی ربط بدهند و احساس بکنند که ما تاجیک هستیم. بر این اساس، بر این خودآگاه یا ناخودآگاه مشترک و بر این رویای جمعی مشترک، چی این رویای جمعی مشترک را به گذشته ارجاع بدهیم و چی این رویای جمعی مشترک را به سازندگی و شگوفایی ملی که ما یک ملت این رویا را در نظر میگیره و به سوی آینده و پیشرفت با آن پیش میروه و وحدت عاطفی و وحدت احساسی و ملی خود را در این رویای جمعی که یونگ از آن تعبیر میکنه که در اسطوره خواستگاهش هست خود را بازتاب میده و خود را یک ملت پیدا میکند. یعنی خوابهای گروهی اقوام است که از قدیم اینا شکل میگیرن، در شکل طرح‌ها و قالب‌ها ظهور میکنن و همیشه انسان را، منظورمون گروه‌های اجتماعی رو، فرد تک تک اونها رو هم به همون به اصطلاح شناختی کادی فرهنگی یا رمزی فرهنگیشون که در اسطوره ها در قالب اسطوره‌ای نهان است و همون باز میگردانند و یک نوع تولید و باز تولید خود را از اون قالب ها بروز میتیند و میبرارند. دقیقاً همینطور است. یک دانشمندی است به نام پل ریکور، او هم از نظر هرمنوتیکی به اسطوره پرداخته و تاکید یا اشارهش این است که ما نمیتوانیم از اسطوره گریزی داشته باشیم. هم اسطوره های قدیم با ما هست و هم اسطوره های جدید در زندگی ما به وجود می آید و ایجاد می شود. بنابراین ما بایستی با اسطوره ها، چی اسطوره های معاصر که تازه به وجود میان، چی اسطوره هایی که قدیم هستند در فرهنگ ما، یک برخورد هرمنوتیکی و برخورد عقلانی داشته باشیم تا تفسیر و توضیح ارائه بکنیم که از نظر فرهنگی هم برای جامعه و هم برای بشر مفید باشد. بر همین اساس است که وقتی ما میگوییم از به تعبیر یونگ از ناخودآگاه
جمعی صحبت میکنیم یا از یک رویای جمعی صحبت میکنیم، در همین جا هست که اگر نه ما همه ما به صورت فرد وجود داریم، به صورت انفرادی وجود داریم، شخص های جدا هستیم. وقتی که در یک کلیتی به نام ملت تاجیک یا ایرانی یا ایندی وقتی منسجم میشویم، دقیقاً اینجا کارکرد اسطوره یا امان رویای جمعی یا امان ناخودآگاه جمعی و خودآگاه جمعی است که ما را انسجام میبخشه و از نظر فرهنگ شناسی گشتالتی در یک کلیتی فرهنگی به نام یک ملت ارائه میکند. تشکر زیاد. صحبت ما با استاد یعقوبی اسنا، دکتر ادبیات، فکر میکنم که دنبالش را حتما میکنیم، چون که در یک برنامه ما نمیتونیم که موضوع اسطوره رو که یک موضوع بسیار پیچیده است با خودی خود مرکب و پیچیده است اون توانیم که با بینندگان روشن کنیم. بار دیگر تشکر با شما که دعوت ما رو پذیرفتید و یک صحبت خوب اختصاصی هم انجام دادید و باور داریم که بیننده هم از اون چیزی که شما گفتید مطرح کردید به طور دقیق صحبت کردید، اختصاصی صحبت کردید، چیزهای برداشت و جهان ما که با جهان اسطوره، جهان بینی ما که با جهان بینی اسطوری شروع می شود، اسطوروی شروع می شود و اگر اون ندانیم جهان بینی های من بعده ما که جهان بینی دینی است، جهان بینی که بینیشی فلسفی و علمی است، اونا ناکامل می شوند. تشکر زیاد و بار دیگر یادآوری میکنیم که در صحبت ما قرار داشتن دکتر یعقوبی اسنا، پژوهشگر مسائل اسطوره ها و میفولوژیا که فعلا در انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حیث محقق فعالیت میکنند. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.